اسپید لایت ها رو خیلی وقت بود دست عکاسای حرفه‌ای نمی‌دیدیم، ولی انگار دوباره داره ترند میشه. سلام رفقا، من حسنم و اینجا دنیای دوربین. امروز قراره در مورد اسپید لایت گوداکس مدل V860 3S صحبت کنیم. اما چرا S؟ همین اول بهتون بگم، وقت آخر مدل اسپید لایتتون S، C، N، F یا هر چیز دیگه ای، یعنی اون اسپید لایت سازگار با دوربین سونی، کنون، فوجی، نیکون یا هر برند دیگه است. پس اسپید لایت سازگار با دوربین خودت رو بگیر، یعنی کنون رو نزن به سونی. تو مشخصات ظاهری و فنی این اسپید لایت، اول باید به چرخش سر فلاش 70 تا 120 درجهش اشاره کرد. یه باتری 2600 میلی آمپر ساعتی داره که باهاش میشه 480 بار فلاش زد. حد اکثر زمان شارژ مجددش تو حالت فول پاور 1.5 ثانیه است. دیگه توی ظاهرش یه لامپ مدلینگ اینجا میبینیم که میشه اون رو قدرتش رو بالا و پایین برد. یه دکمه آن و آف، یه دکمه لاک، یه سری دکمه برای تنظیمات، یه مانیتور، یه جای تایپ اس، یه دکمه برای اجکت کردن باتری، یه دیفیوزر روی سر فلاش و دیگه همین. اما اصلا موضوع این که چرا باید از اسپید لایت استفاده کنیم و چه جنس تصویر بهمون میده، توی این ویدیو میخوام یه چند تا از نمونه عکسای با اسپید لایت و بدون اسپید لایت رو براتون به نمایش بذارم و ببینید. اما تو استفاده از اسپید لایت شما کلا توی 3 حالت میتونین از اسپید لایت استفاده بکنین. 3 حالتش هم اینجوریه که یا اسپید لایت رو روی دوربین سوار میکنین و با نورسنجی خود دوربین اسپید لایت فلاش میزنه. حالت دوم اینجوریه که اسپید لایت به عنوان یک فرستنده عمل میکنه و باهاش همزمان میتونید چند تا فلاش دیگر رو شارژ کنین و اونا هم همزمان با فلاش شما فلاش بزنن که باید گروه بندی تشکیل بدین و یه سری تنظیمات داره که تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم. حالت سوم این مدلیه که شما اسپید لایتتون خودش به عنوان یک گیرنده عمل میکنه، یعنی شما فلاش رو میتونین جایی قرار بدین و با یه تریگر به اسپید لایتتون فرمان بدین که تخلیه بشه. این 3 حالتی که کلی توی همه اسپید لایت ها مشترکه، یعنی حالت دیگه وجود نداره برای استفاده ازش. برای این حالت اول که شما اسپید لایت رو روی دوربین سوار میکنید، باید اینجا این دکمه‌ای که یا آیکون 2 سر فلش داره رو یک بار بزنید و روی گزینه در واقع TTL بذارید اسپید لایتتون. اینجوری با نورسنجی دوربین عمل میکنه و اسپید لایت فلاش میزنه. اگه یک بار دیگه این دکمه رو بزنید، اسپید لایت شما مثل یک فرستنده عمل میکنه و همزمان میتونید تو گروه بندی که تشکیل میدید مثل گروه ABC فلاش های دیگر رو هم تنظیم کنید و هم اینکه همزمان با تخلیه فلاش شما بقیه فلاش ها هم فلاش بزنید. حالت سوم هم باز یک بار دیگه باید اون دکمه رو بزنید و اسپید لایتتون بره رو حالت RX یا همون در واقع دریافت کننده یا گیرنده. اونم اینجوریه که اسپید لایت شما از یه فاصله از شما قرار میگیره و با یک تریگر فرمان میگیره و فلاش میزنه. توی هر 3 حالت یک نکته مشترک هست، اونم اینه که شما میتونید قدرت فلاشتون رو تغییر بدین یا تعداد دفعاتی که قرار فلاشتون تخلیه انجام بده رو تغییر بدین، یا به طور مثال شعاع پرتاب نور رو تغییر بدین که خب این از 20 تا 200 میلیمتر قابل تغییره. اگه تنظیمات بیشتر این 3 حالت رو میخوایم بدونید، لطفاً تو کامنت ها بهم بگین تا براش یه ویدیو جداگانه بسازم. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً ازش حمایت کنید. لایک، کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه.